جنت بلند است، جنت عالی است. جنت انا همون جنت عالیه در رو درا میگوید. جنت عالیه را هم قطوفها دانیه را هم تفسیرش همین است که جنتی ها در بالای همین قطعهایی که امروز ما و شما میبینیم کندکاری در بعض خانه بای بچه ها میبینیم، افسوس میخوریم که چقدر کتی زیباست. تصور کنید که در جنت از بریلیانت ها و بهترین گویم همون متریال های قیمت ترین برای جنتی ها کت ساختگی هست. بهترین بالیشت ها برای بهشتی ها آماده شدند. الله حکایه میکند که جنتی میگه در زیر کشش بالیشت ها و تکیه زده است که مبادایی که دلش یک سیب میخواهد، دلش خرما میخواهد، همون زمان وای پیدا میشود. بنده از او در حال استفاده میبرد. جنت جایی هست پدرای عزیز که در اونجا دیگر مرگ نیست، تو ابدی زنده میمانی. جنت جایی هست که دیگر خوراکه در اونجا پرابلم نیست. امروز در خاندان ما و شما اگر امروز گوشت یافت شود، فردا یافت نمی شود. اگر امروز اشتهای گوشت داشته باشیم، شاید دست نارس باشیم. لیکن الله میگه در جنت طعام و ناز و نعمت از پیش بنده کنده نمی شود، همیشه وجود دارد. در جنت زحمت و مشقت نیست، رنج نیست. در جنت مصیبت نیست که بچه مرد، زن مرد، آدم مرد، نیست اینها. جنت جای هست که همیشه شما جوان هستین. پیرانسالی در جنت نیست.